خیلی خوش اومدیم به یه خلاصه فیلم دیگه از چنل مسعود. امروز قراره بریم سراغ خلاصه فیلم بدون احساسات سخت، محصول سال 2023. لایک و ساب فراموش نشه. داستان با یه پسر بچه درسخون و باهوش شروع میشه. اون خیلی هوش زیادی داره ولی فقط یه مشکلی داره. اون معمولا با افراد زیادی حرف نمیزنه و تقریبا میشه گفت هیچ دوستی هم نداره. پدر و مادرش وقتی گوشه‌گیری پسرشون رو میبینن یه فکر منحصر به فرد به ذهنشون خطوط میده. اونا برای پسرشون یه دوست دختر استخدام میکنن و در ادامه اتفاقی براشون میفته که هیچ کسی انتظار نداره. فیلم با دختری به نام مدی شروع میشه. اون با عجله از خونش بیرون میاد و متوجه میشه که ماشینش داره توسط یک کارمند دولت توقیف میشه. اون متوجه میشه که قسطای بانکیش رو پرداخت نکرده و الان قرار ماشینش مصادره بشه. حالا اون باید سخت کار کنه تا بتونه قسطای خودش رو پرداخت کنه. اون به گری کارمند دولت میگه که من با این ماشین شبا توی تاکسی کار میکنم و تو اگه این رو ببری من رو از نون خوردن میندازی. گری یه جورایی دوست پسر سابق مدی هم حساب میشه و بهش میگه خیلی عذر میخوام ولی چاره‌ای ندارم. ولی یه کمی فکر میکنه و میگه شاید بتونم بهت کمک کنم. در همین حین یه دفعه یه پسر با لباس زیر از خونه مدی بیرون میاد. بعدش گری وقتی این صحنه رو میبینه به مدی میگه اگه 1% هم قصد کمک کردم بهت رو داشتم الان دیگه پشیمونم و عمرم بهت بتونم کمکی بکنم. مدی بهش میگه که اون پسر عموی منه و از ایتالیا اومده و یه جورایی مهمون منه. همون لحظه اون پسر میاد و بهش نزدیک میشه و اون رو بغل میکنه. حالا گری خیلی عصبانیه. همون لحظه سوار ماشینش میشه و ماشین مدی رو با خودش میبره. حالا مدی میمونه و پاهای خودش و دیگه هیچ ماشینی نداره که بخواد باهاش سر کار بره. اون تصمیم میگیره که با اسکیت سر کار بره. وقتی داره توی جاده حرکت میکنه یه دفعه ماشینش رو میبینه که با یه جره ثقیل کنار جاده پارک شده. همون لحظه میره سوار ماشینش میشه و میخواد اون رو ببره، اما از بس عجله کرده یادش میره که اون طناب رو باز کنه. گری اون صحنه رو میبینه و از مغازه بیرون میاد و میبینه که اون داره چی کار میکنه. نزدیکش میشه و ماشینش رو دوباره به جره ثقیل وصل میکنه. چند دقیقه بعد مدی پیش دوستش سارا و جیم شوهر سارا میره. اون در مورد ماشینش حرف میزنه و داستان رو میگه. سارا توی سایت‌های خرید و فروش ماشین میره و میخواد براش یه ماشین قدیمی دست دوم پیدا کنه. مدی بهش میگه که من خیلی گشتم ولی چیزی نتونستم با قیمت پایین پیدا کنم. در حین جستجو توی سایت یه دفعه یه آگهی استخدام میبینه. متوجه میشه که یه خانواده پولدار دنبال یه دختر 20 تا 25 ساله هستن برای یه پسر 19 ساله‌شون. توی آگهی نوشته شده که پسر خیلی باهوشه ولی زیاد اجتماعی نیست و هیچ دوستی نداره و همچنین نوشته شده که هر کسی بتونه بیاد و دوست دختر پسر 19 ساله ما بشه به جز حقوق به اون یه ماشین هم میدیم. مدی اول شک داره و فکر میکنه که خیلی از اون بزرگتره، اما سارا و جیم بهش میگن شانست رو امتحان کن، ضرری که نداره. حالا مدی رو میبینیم که داره به سمت خونه اون خانواده پولدار میره. وارد خونه میشه و با پدر و مادر پسره حرف میزنه. اونا وضعیتشون رو توضیح میدن و میگن پسر ما اسمش پرسیه و 19 سالشه. اون پسر خیلی باهوشیه ولی تنها مشکلی که داره زیاد با کسی حرف نمیزنه و اصلا از خونه بیرون نمیاد و حتی علاقه‌ای هم به دخترها نداره و اون تنها کاری که انجام میده اینه که با گوشیش توی اینترنت میچرخه و ویدیوهای تیک تاکی میبینه و ما خیلی نگران آینده اون هستیم. بعدش مدی میگه خب حالا کار من چیه؟ باید چیکار کنم؟ پدر و مادر پسره بهش میگن تو فقط باید با اون وقت بگذرونی و اون رو از اتاقش بیرون بکشی و یه جورایی اون رو تبدیل به یه آدم اجتماعی کنی و اعتماد به نفسش رو بالا ببری و وقتی که ما ببینیم حالش بهتر شده ما اون ماشین رو بهت میدیم و اینم بدون که حقوقت رو هم سر موقع پرداخت میکنی. ولی تاکید میکنن که پرسی نباید بفهمه که تو در ازای این کار از ما پول و ماشین میگیری و باید به طور طبیعی بهش نزدیک بشی و کاری کنی که اون باور کنه که همه چیز واقعیه. بعدش مدی این رو قبول میکنه و شروع به کار میکنه. یه لباس جذب صورتی میپوشه و به مغازه‌ای که پرسی توی اون نیمه وقت کار میکنه میره. سعی میکنه با سرپرست گرفتن یه سگ سر بحث رو باهاش باز کنه. مدی کم کم باهاش لاس میزنه و سعی میکنه اون رو تحت تاثیر قرار بده، اما پرسی هیچ علاقه‌ای به اون نداره و اصلا هیچ تمایلاتی به اون نشون نمیده. بعدش مدی میگه بیا تا برسونم در خونت
اومد. پرسی قبول نمیکنه و وقتی میخواد بره مدی دوچرخش رو میگیره و توی ون میذاره. پرسی با ترس سوار ون اون میشه و قبول میکنه که اون رو برسونه. مدی به شوخی بهش میگه اگه به جای اینکه تو رو به خونتون ببرم بدزدمت و ببرمت با هم یه کارایی بکنیم چی؟ بعدش یه دفعه مسیرش رو تغییر میده و به سمت خونه خودش میره. پرسی از این کار مدی خیلی میترسه و وقتی ماشین توقف میکنه سریع اسپری فلفل خودش رو در میاره و توی چشم مدی میپاشه. مدی از ماشین پیاده میشه و میگه احمق، داشتم باهات شوخی میکردم. من اگه تو رو دزدیده بودم چرا باید تو رو توی خونه خودم بیارم؟ پرسی پیش خودش فکر میکنه و میگه راست میگه، چرا من این کارو کردم؟ همون لحظه شیلنگ آب رو باز میکنه و آب رو توی صورت مدی میپاشه و اون رو کامل خیس میکنه. بعدش با هم قرار میذارن که شب با هم بیرون برن. شب میشه و مدی منتظر پرسی توی یه کلوب شبانه نشسته. همون لحظه پرسی میرسه. همه بهش نگاه میکنن و بهش میخندن چون اون کت رسمی رو با یه شلوارک پوشیده. ولی مدی از استایل منحصر به فرد اون تعریف میکنه تا اون پیش مدی احساس راحتی بکنه. همون لحظه پیش خدمت میاد و سفارش میگیره. مدی یه نوشیدنی سرد سفارش میده و پرسی یه نوشابه مشکی سفارش میده. همون لحظه مدی سفارشش رو لغو میکنه و بهش میگه برای پرسی هم یه نوشیدنی مثل خودم براش بیار. خلاصه کم کم اونا نوشیدنی میخورن و با هم دیگه حرف میزنن. همون لحظه یه دفعه دوست پسر سابق مدی پیداش میشه و در مورد رابطه گذشتهشون برای پرسی میگه و میگه که چجوری من و مدی با هم جدا شدیم و چه اتفاقاتی بینمون افتاد. زمان میگذره و مدی پرسی رو به سمت ساحل میبره، ولی ورود به ساحل از ساعت 8 شب به بعد ممنوعه. پرسی اولش میترسه چون که شنا کردن بلد نیست. مدی میخواد که لباسای اون رو در بیاره ولی اون اجازه نمیده. مدی خودش جلوی اون لباساش رو در میاره و بهش میگه ببین اصلا هیچ ترسی نداره، اتفاقی نمیفته. توی آب میره و حالا کم کم پرسی لباساش رو در میاره و به سمت آب میره. بعد از چند دقیقه سر و کله 3 نفر پیدا میشه. لباسهای اونا رو میدزدن و قصد اذیت کردن اونا رو دارن. مدی خیلی عصبانی میشه و همون لحظه با همون وضعیت از آب بیرون میاد. بعدش مدی جلوی اونا رو میگیره. اونا رو کلی کتک میزنه و لباساشون رو پس میگیره. دوباره به سمت دریا میره و کم کم به پرسی نزدیک میشه و میخواد که اون رو ببوسه. پرسی با ناراحتی میگه من با انجام این کار احساس عجیبی دارم چون من واقعا تو رو نمیشناسم. همون لحظه مدی با عصبانیت از آب بیرون میاد. لباساشو میپوشه و سوار ماشین میشه و میخواد که اون رو بذاره اونجا و بره. پرسی بهش التماس میکنه و میگه بذار سوار شم، منو اینجا تنها نذار. مدی لباساشو بیرون میندازه ولی گوشیش رو پیش خودش نگه میداره. بعدش پرسی روی شیشه جلوی ماشین میچسبه و مدی اون رو با خودش میبره. در همین حین یه دفعه پلیس این صحنه رو میبینه و اونا رو تعقیب میکنه. مدی از ترس پاشو روی گاز میذاره و سرعتش رو بالا میبره و یه دفعه متوجه میشن که یه قطار داره بهشون میزنه. سریع اون قطار رو رد میکنن و از دست پلیس فرار میکنن. اونا توی خونه میرن. مدی آهنگ عاشقانه میذاره و سعی میکنه که برای اون دلبری کنه و دلش رو به دست بیاره، ولی بازم پرسی هیچ اهمیتی نمیده و هیچ حسی به اون نداره. بعدش پرسی رو میبینیم که خیلی احساس خارش بدن میکنه و مدی متوجه میشه که بدن اون خیلی جوش داره. مدی روی جوشهای اون دارو میزنه و باهاش حرف میزنه. پرسی از مدی عذرخواهی میکنه و میگه من خیلی متاسفم که نتونستم باهات اوکی بشم و بهش میگه بیا تا فردا دوباره امتحان کنی. روز بعد میرسه. مدی و پرسی دوباره همدیگه رو میبینن. با همدیگه به جای مختلفی میرن و با هم کلی خوش میگذرونن. توی یه مکان آروم میرن و با هم دیگه حرف میزنن. مدی در مورد پدرش میگه و میگه پدرم هیچ وقت توی زندگیش من رو قبول نمیکرد. پرسی هم به حرف اون گوش میده و احساساتی میشه. کم کم نزدیک مدی میشه و اون رو میبوسه. بعدش پرسی مدی رو پیش یکی از دوستاش که اسمش جودی هست میبره و با هم آشناشون میکنه. چند دقیقه بعد پرسی از پیش اونا میره. جودی به مدی میگه که تو خیلی از این بچه بزرگتری، چی کار داری باهاش؟ من دخترای مثل تو رو زیاد دیدم و میدونم که به خاطر پول پدرش باهاشی و اگه بفهمم که اتفاقی برای پرسی افتاده من این موضوع رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. شب میشه و مدی به پرسی پیشنهاد میده که برای شام بیرون برن. پرسی یه چیزای از پیانو بلده. همون لحظه میره و برای مردم پیانو میزنه و آهنگ میخونه. اون کارش خیلی خوب بوده. همه براش دست میزنن و اون رو تشویقش میکنن. بعدش یکی از دخترای اونجا پیش پرسی میاد و بهش میگه کارت خیلی عالی بود و اون رو به یه مهمونی دعوت میکنه و بهش میگه حتما بیا، خیلی خوش میگذره. وقتی اون دختر میره پرسی به مدی میگه که اون واقعا دختر خیلی خوبی بود و بهش میگه من هر وقت خواستم برم تو هم با هم بیا. پرسی به مدی میگه که میخوام گواهینامه بگیرم تا
آخر هفته ها بتونم خودم پیشت بیام. حالا کم کم متوجه میشیم که پرسی یه جورایی به مدی وابسته شده و مدی هم این موضوع رو متوجه میشه. اونا کم کم از رستوران بیرون میرن و سوار ماشین میشن. پرسی نوشیدنی میخوره و سرش رو روی پای مدی میذاره و بهش میگه من عاشق تو شدم و میخوام بیشتر بهت نزدیک بشم. مدی بهش میگه تو نوشیدنی خوردی و حالت زیاد خوب نیست، پس بهتره توی این حالت با هم کاری نکنیم چون لذتی نمیتونی ببری و بهش میگه بهتره بذاریم برای یه روز دیگه. بعدش مدی احساس ناراحتی میکنه و یاد قراردادی که با خانواده‌اش بسته میفته و اون پیش خودش فکر میکنه که فقط به خاطر یه توافق با اونه. پرسی از این اتفاق هیچ خبری نداره و خیلی رابطه‌شون رو جدی میگیره و الان مدی خیلی احساس ناراحتی و گناه میکنه. روز بعد میرسه. پرسی به پدر و مادرش میگه من میخوام گواهینامه رانندگی بگیرم. پدر و مادرش خیلی از شنیدن این حرف هیجان زده میشن. بعدش پرسی میگه من یه دوست دختر جدید به اسم مدی دارم و نمیخوام که ازم دور باشه. همون لحظه پرسی ماشین پدرش رو برمیداره و میره. بعد رفتنش پدر و مادرش به مدی زنگ میزنن و میگن قرار بود یه کمی اجتماعیش کنی تا اون به دانشگاه بره و تو الان کارت رو خیلی خوب جلو بردی و الان میتونی ماشین رو برای خودت برداری، ولی فقط مطمئن شو که اون حتما به دانشگاه میره. بعدش پرسی متوجه حرفای اونا میشه و مکالمهشون رو از توی ماشین گوش میده. خیلی ناراحت میشه و فکر میکنه که احساسات مدی نسبت به اون شاید واقعی نباشه. بعدش پرسی مدی رو به خونشون دعوت میکنه و با اینکه همه جریان رو میدونه اون رو به خانواده‌اش معرفی میکنه. پرسی یه دفعه از سر میز بلند میشه و بیرون میره و با کمک دوستش ماشینی که پدرش به اون داده بود رو کنار یه درخت میبره و درخت رو روی اون میندازه. بعدش به اتاقش میره. مدی پیش اون میاد. پرسی بهش میگه که میخوام همین الان باهات رابطه داشته باشم. مدی قبول میکنه و وقتی شروع به انجامش میکنن پرسی سریع کارش میشه چون اون تا حالا با هیچ کی رابطه ای نداشته. بعدش به مدی میگه که من رفتم و یه درخت رو روی ماشین تو انداختم و بهش میگه که من کل ماجرا رو میدونم. با ناراحتی میگه من فکر میکردم که تو واقعا از من خوشت میاد و الان فهمیدم که من برای تو یه شوخی بودم. مدی بهش میگه نه تو اشتباه فکر میکنی، من واقعا تو رو دوست دارم و این معامله فقط برای این بود که من بتونم بدهی‌هام رو پرداخت کنم و من واقعا تو رو دوست دارم و بهت اهمیت میدم. پرسی بازم اهمیتی بهش نمیده و فکر میکنه که مدی دروغ میگه. مدی با ناراحتی به خونش برمیگرده. حالا پرسی به عادتهای قدیمی خودش برگشته و همش توی خونه میشینه و بازی میکنه و فیلم میبینه. مدی دوباره پیش اون میاد و بهش میگه که واقعا دوستی ما واقعی بوده و من با احساساتت بازی نکردم. ولی پرسی اهمیتی به حرفاش نمیده و سوار ماشینش میشه. همون لحظه روی شیشه ماشینش میپره و میخواد جلوش رو بگیره. مدی کلی التماسش میکنه و میگه خواهش میکنم بذار باهات حرف بزنم. پرسی با عصبانیت میگه دیگه نمیخوام ببینمت، برو کنار. مدی به حرفش گوش نمیده. پرسی ماشین رو روشن میکنه و با سرعت به سمت ساحل میره. به آب میرسه و مدی پرت میشه توی آب. بعدش پرسی سریع از ماشین پیاده میشه و اون رو نجاتش میده. مدی وقتی از آب بیرون میاد به پرسی میگه خیلی متاسفم و من واقعا تو رو دوست دارم. بعدش همدیگه رو بغل میکنن و همدیگه رو میبخشن. کم کم به خونه های خودشون برمیگردن. پرسی تمام وسایلش رو جمع کرده تا به دانشگاه بره. وقتی میخواد حرکت کنه یه دفعه مدی رو میبینه که دم در منتظرشه و با شوخی بهش میگه کسی تاکسی نیاز داره؟ بعدش هر دوی اونا میخندن و با همدیگه حرکت میکنن. خب رفقا، این فیلم هم به پایان رسید. اگه از این خلاصه فیلم خوشت اومد حتما کانال رو سابسکرایب کن و نظرتو در مورد این خلاصه فیلم بهم بگو.